سلام دوستان، اوقاتتون خوش. امیدوارم هر جای دنیا که هستین حالتون خوب باشه. از سری برنامه‌های دنیای دیجیتال این اولین ویدئویی هست که تقدیم شما میکنم. اگر ایراد و اشکالی در تصویر میبینید و نقطه نظراتی دارید در مورد محتوا، در مورد باب تصویر، در مورد هر آنچه که با شما به اشتراک میذارم، خواهش میکنم من رو مطلع بکنیم برای اینکه ویدئوهای بعدی رو بتونم با کیفیت بهتری برای شما عزیزان ارائه بدم. اما میخوام شما رو ببرم به سال 1998، سالی که اگر میخوایم از نظر زمانی درک درستی از اون داشته باشیم، در ایران ما داشتیم خوشحالی میکردیم برای اینکه بعد از 20 سال تیم فوتبال ما داره میره جام جهانی. در این حال در آمریکا دو تا دانشجوی دکترا در دانشگاه استنفورد، یکی با ملیت آمریکایی به نام لری پیج و یکی دیگه با ملیت روسی به نام سرگی برین، با هم دیگه آشنا میشن در همون دانشگاه و پروژه‌ای رو با هم دیگه شروع میکنن. در مورد دانشگاه استنفورد اگر در گوگل جستجو بکنین، اولا دانشگاه بسیار زیباییه و مورد دوم این که افراد بسیار مشهوری درش درس خوندن. عرض میکنم درس خوندن به دلیل اینکه خب خیلی هاشون اونجا فارغ التحصیل نشدن. مهمترین افرادی که شاید بتونیم نام ببریم ایلان ماسک هست که تقریبا کوتاه‌ترین زمان درس خوندن در این دانشگاه و همینطور حالا شاید فکر می‌کنم یه رکورد جهانی باشه که 2 روز فقط در دانشگاه تونست در واقع درس بخونه و بعد از اون انصراف داد و خارج شد و به پروژه‌های خودش رسید. یک دوست دیگری داشت که با هم دیگه پروژه پیپل رو داشتن به نام پیتر تیل. یه قدری هم سیاسیه، البته کارهای سیاسی هم کرده، نزدیک و منسوب به بعضی از سیاستمداران آمریکاست. کتاب بسیار معروفی داره به نام از صفر به یک که دوستانی که علاقه‌مند هستن به حوزه کتاب و حوزه دیجیتال و استارتاپ حتما اون کتاب رو مطالعه کردن. صفر به معنای اینکه یک ایده در ذهن شماست و یک به معنای اینکه اون ایده رو تبدیل می‌کنین به یک بیزنس و یک ساختاری رو بهش میدین. مارک زاکربرگ باز در همین دانشگاه در واقع درس خونده، البته فارغ التحصیلیش ظاهرا از دانشگاه‌های دیگه بوده. سوندار پیچای، حالا من با تلفظ هندی عرض کردم، مدیر عامل هندی تبار گوگل که الان خیلی ظاهرا ازش راضی نیستن، اگرچه که سودآوری 6 برابری برای گوگل داشته، اما معمولا پولهای تکنولوژی رو با آنچه که اتفاق افتاده نگاه نمی‌کنن، بلکه آینده و اینکه چه انتظاراتی ازش دارن رو نگاه می‌کنن. به نظر میاد که فرصت شغلی، حالا به مزاح عرض می‌کنم، برای دوستان داره باز میشه و در واقع خیلی راضی نیستن از عملکرد سوندار پیچای. البته شاید بگیم که تو این 1-2 سال اخیر به دلیل اینکه هوش مصنوعی رشد کرده و در حوزه هوش مصنوعی گوگل خیلی میتونیم بگیم موفق نبوده و از رقیب دیرینه خودش مایکروسافت عقب افتاده، بیشتر چشم‌ها دنبال عملکرد در واقع این مدیر عامل هست. ایشون هم اونجا درس خونده و یکی از کسانی که خیلی من عملکردش رو میپسندم، در دانشگاه استنفورد درس خونده و اتفاقا فارغ التحصیل هم شده، بسیار هم فرد موجه و موفقیه، آقای جنسن هوانگ که مدیر عامل انویدیا، که اتفاقا یک مصاحبه‌ای رو ازش در یوتیوب دیدم با مارک زاکربرگ که با هم گفتگو می‌کردن راجع به زمان بود که زاکربرگ ازش پرسید، گفت این زمان چرا اینقدر طولانی شد و شما مثلا خیلی آرام انگار با طمأنینه پیش رفتین و به این پیشرفت رسیدین؟ جواب خیلی بامزه‌ای داد که به اون چه که الان عرض کردم مربوط میشه. گفت اگر من هم مثل شما دانشگاه رو ترک می‌کردم یا زودتر ترک می‌کردم در واقع و از دانشگاه می‌اومدم بیرون، شاید این موفقیت هم سریع‌تر میشد و نکته خیلی جالب و جذابی رو بود. در مورد دانشگاه استنفورد، جدا از اینکه خب افراد معروف و مشهوری که حالا ورزشکاران اونجا بودن، من شاید یه نفر از ورزشکاران اشاره بکنیم، تایگر وودز در گلف، که می‌دونید دوم ورزشکاریه که در دنیا در واقع سودآورترین ورزشکارهای دنیا رو وقتی دسته‌بندی می‌کنن، تایگر وودز نفر دوم هست. اولم که با اختلاف با فاصله می‌دونیم که مایکل جردن هست. ایشون هم اونجا اتفاقا درس خونده. زندگی جالب و جذابی هم داره، شاید مرتبط با دنیای دیجیتال نیست، ولی اگر علاقه‌مند بودین می‌تونید هم یک مطالعه بفرمایید. دانشگاه استنفورد از نظر اعتباری هم در آمریکا اعتبار بسیار بالایی داره، یعنی همیشه بین در واقع رتبه‌های اول تا پنجم بوده. من سال 2024 رو گفتم یه نگاه بندازم ببینم در رنکینگی که وجود داره چه جایگاهی داره
وبسایت‌های متعددی هست مثل وبسایت‌هایی که ارزش برندها رو بررسی میکنن هر سال که اونها 5-6 تا هستن، حالا معروف‌ترینشون اینتربرند، برند زی و اینها. اینجا هم یه سری وبسایت‌ها هستن که بر اساس مقیاس‌ها و معیارهای متعددی دانشگاه‌ها رو رتبه‌بندی می‌کنن. تقریبا 5-6 تایشون رو نگاه کردم. بدترین رتبه‌ای که دانشگاه استنفورد در سال 2024 آورده بود رتبه سوم بود، یعنی بین رتبه دوم و سوم در بین تمام رتبه‌بندی‌ها قرار داشت. شاید این سوال براتون پیش بیاد که رتبه اول رو چه دانشگاهی داشت. مؤسسه فناوری ماساچوست یا همون MIT در اکثریت موارد رتبه اول داشت. فکر می‌کنم یکی دو مورد هم دانشگاه هاروارد بود و در بقیه موارد خب رتبه دوم و سوم مربوط به در واقع دانشگاه استنفورد بود. در صورت دانشگاه بسیار معتبری، افراد بسیار معروفی هم از اونجا فارغ التحصیل شدن. این دو در واقع دانشجو هم اونجا اتفاقا در مقطع دکترا با هم آشنا میشن در رشته کامپیوتر. یک پروژه‌ای رو تعریف میکنن، الگوریتمی است که بعدا ما به نام گوگل میشناسیم و میدونیم آیندهش چگونه است. سال 1999 که تقریبا یک سالی از این پروژهشون گذشته بود، اونها تصمیم میگیرن که پروژه گوگلشون رو بفروشن. مثل همه استارتاپ ها همیشه پس ذهن کسانی که اونها رو راه اندازی میکنن یک پروژه یا بگیم یک پلن اگزیت وجود داره. پلن اگزیت در واقع برنامه‌ریزیه که شما انجام میدین به عنوان اینکه اگر این استارتاپ ما به فلان مرحله رسید یا فلان پیشنهاد رو دریافت کرد یا فلان برند دنبالش بود، ما حاضریم که اون رو واگذار بکنیم یا حتی یه بخشی از اون رو واگذار بکنیم. اینا پلن اگزیتیه که معمولا در ذهن اونرها یا کسانی که استارتاپ ها رو یا ایده هاشون رو تبدیل میکنن به استارتاپ وجود داره. اونها هم ظاهرا به این مرحله رسیده بودن، یعنی یک سال از استارتاپشون گذشته بود، یه قدری هم موفق بودن، میتونیم بگیم یه قدر زیادی در واقع موفق بودن در حوزه صنعت در واقع موتورهای جستجو. یک پیشنهاد $1,000,000 روی میز آقای جورج بل، مدیر عامل اکسایت قرار میگیره. چرا مدیر عامل اکسایت؟ به دلیل اینکه اکسایت اون موقع تقریبا بهترین موتور جستجو بود، پولدارترین بود، به تازگی هم یه چند تا استارتاپ دیگه در این حوزه رو خریداری کرده بود. آقای جورج بل این پیشنهاد رو رد میکنه و اینجا به عنوان یک لوزر تاریخ در واقع شناخته میشه. یه بازنده‌ای که همه ما، یعنی هیچ کدوم از ما وقتی این داستان رو میشنویم حاضر نیستیم تو این داستان پیشنهاد گوگل رو رد بکنیم به دلیل اینکه ما آینده گوگل رو دیدیم. ولی خب جورج بل آدم کمی نبود. میخوام یه توضیحی راجع به اکسایت خدمتتون عرض بکنم که در اون موقع تقریبا موتور جستجوش سودآور بود. یک، دوم این که پولدار بودن، چند تایی استارتاپ تو این حوزه رو خریده بودن، من جمله وب کرالر رو خریده بودن، یک کرالری که وب رو جستجو میکرد به صورت اتوماتد، یه کاری که شاید الان ما بگیم با هوش مصنوعی خیلی کار ساده ایه، ولی فکر کنیم با کامپیوترهای اون زمان سازگاری داشته و میرفته این کارها رو انجام میداد. علاوه بر این در شرکت اکسایت گراهام اسپنسر هم کار میکرده، کسی که الان در گوگل ادونچرز کار میکنه، یکی از افراد مشهور تو حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیری. میخوام بگم اکسایت یا excite.com اون موقع وبسایت کوچکی یا شرکت کوچک و دورافتاده‌ای نبوده، صنعت رو میشناختن. جالب اینه که یه آقایی به نام خسلا بیان میکنه که من واسط فروش گوگل بودم و پیشنهاد $1,000,000 که رد میشه، میاد مجدد با این دو تا دانشجو صحبت میکنه، میگه من متوجه شده بودم که اینا واقعا میخوان رو بفروشن. علتش رو هم میگه اونها ابراز کردن که ما میخوایم درسمون رو تمام بکنیم و واقعا این استارتاپمون الان رشد کرده و مزاحم درس خوندن و تکمیل دوره مقطع دکترامون هست. البته که ما میدونیم که هیچ وقت درسشون رو تمام نکردن، از دانشگاه بیرون اومدن و گوگل به قدری بزرگ شد که تمام زندگی اونها رو در بر گرفت. ولی به هر صورت در اون زمان آقای خسلا میگه که من با اونها گفتگو کردم و قیمت رو تا $750,000 هم پایین آوردن، یعنی $250,000 هم تخفیف میگیره. واقعا اونها قصدشون فروش بوده و ما اینجا متوجه میشیم که شاید تصمیمی که اکسایت گرفته یا آقای جورج بل گرفته خیلی هم منطقی بوده. یعنی خود مؤسسین گوگل هم هنوز نمیدونستن که گوگل واقعا در وجودش چه ارزشی نهفته است. بر صورت پیشنهاد $750,000
این دو دانشجو هم رد میکنه، آقای جورج بل و شاید از دید من که حدود 20 سالی در حوزه دیجیتال دارم فعالیت میکنم، به نظرم تصمیم منطقی گرفته بوده، به دلیل اینکه تا سال 2000 صنعت موتورهای جستجو خود به خود اصلا ترنوور مالی آنچنانی نداشت و صاحبین کسب و کار و اصطلاحاً بیزنس های متعدد خیلی نگاه ویژه‌ای روی موتورهای جستجو نداشتن. حالا ما در داستان اختراع رادیو راجع به دیجیتال مارکتینگ حتما صحبت می‌کنیم که این پروسه فروش یک کالا از بحث در واقع آغازش تا پایانش معمولا در دیجیتال مارکتینگ اگر اتفاق خاصی بیفته خیلی کوتاه میشه و اگر ارزشمند باشه اون مسیری که در واقع انتخاب میشه. اون موقع هنوز موتورهای جستجو این مسیر رو نمیتونستند خیلی کوتاه بکنن. حالا چه اتفاقی افتاد بعدش که این مسیر کوتاه شد یا گوگل ارزش پیدا کرد؟ دقیقاً سال 2000 یک برنامه‌ای رو اضافه کردن به گوگل که تمام بازی و مناسبات اون صنعت رو تغییر داد. چی بود اون؟ در ابتدا اسمش گوگل ادوردز بود که تقریباً 5-6 سال، شاید بگیم 4-5 سالی است که اسمش تغییر پیدا کرده به گوگل ادز که امروز ما میشناسیم. در ایران هم اون رو با تبلیغات کلیکی که بخشی از پرفورمنس مارکتینگ محسوب میشه میشناسیم، که شرکت‌های خیلی بزرگی هم نه در ایران، در سراسر دنیا بر اساس آنچه که اون روز سال 2000 این دو دانشجو دکترا در واقع ایجاد کردن. ماهیتش چگونه بود؟ این اجازه رو به صاحبین کسب و کار و محصول کالا و خدمات میداد که میگفت شما اینجا کالاتون ارائه بدین، یک مبلغی رو نزد ما به ودیعه میذاریم، ما کالا و خدمات شما رو پروموت میکنیم و نمایش میدیم، بابت این نمایش هیچ مبلغی نمیگیریم. اگر کسی علاقه‌مند بود و توضیحات شما رو خوند، کلیک کرد، وارد وبسایت شما شد، ما یه مبلغ جزئی رو از در واقع اون مبلغ ودیعه شما کم میکنیم. یعنی بر اساس آنچه که کلیک میشه هزینه شما پرداخت میکنید. که الان ما تبلیغات کلیکی رو در ایران و سایر نقاط دنیا در ادامه همین گوگل ادز داریم که خودش معروف ترین و بزرگترینش هم گوگل ادزه. البته که در ایران جواب میده، ولی خب در کنارش نیاز به یک سری فاکتورهای دیگه هم داره. بر روی اینجا بود که این فرایند دیجیتال مارکتینگ رو یه قدری بهش قدرت بخشید، گوگل ارزش پیدا کرد. ارزشش به حدی شد که علاوه بر اینکه اونها انصراف دادن از دانشگاهشون و دیگه احساس کردن که نیازی به آنچه که بگیم مدرک دکترای دانشگاه معروف و زیبای استنفورد هست ندارن، انقدر سرگرم بازی‌های مالی و استارتاپی شدن که البته که بگم بسیار هم خوب عمل کردن. داستان خیلی طولانی هم داره. یک آقایی در سال 2011 فکر می‌کنم یک کتاب جالب و جذابی هم در این ارتباط نوشت به نام ایندپلکس که کلا راجع به گوگل، موفقیت‌هاش، حرکت‌هاش و اینها بود. اتفاقا اونجا یه رویکردی هم راجع به همین اتفاق انتخابی که آقای جورج بل داشت داره و اونجا میگه که لری پیج بود که اجازه ندادین در واقع معامله سر بگیره. کسی البته این رو باور نمی‌کنه، اونچه که ما شواهد هست آقای خسلا و دیگران راجعش صحبت می‌کنن چیز دیگری بود که خدمت شما عرض کرد. این بخش ابتدایی داستان ما بود. بخش دوم در ادامه بزرگ شدن گوگل هست، جایی که خریدهای بسیار خوبی انجام میده، بسیار موفق. سال 2006 یوتیوب رو خرید میکنه به عنوان یک خرید فوق‌العاده در تاریخ دنیای دیجیتال ازش یاد میشه. خریدهای دیگری هم داره. شرکت داره خیلی بزرگ میشه، به قدری بزرگ میشه که اونها بالای 200 خورده تیم دارن که با هم دیگه کار میکنن. این تیم ها بین 5 تا 50 خورده نفر هستن که دارن پروژه ها رو پیش میبرن و در طول سال خریدهای بسیار زیادی دارن که بسیاری از اونها رو در اصطلاحاً کشوی میزشون قرار میدن. یعنی فقط میخرن که مزاحمت برای مسیر یا ویژنی که در گوگل دیدن نداشته باشه و تیم ها به شدت دچار اشکالات زیادی هستند. بعضیا شکست میخورن، بعضیا رو بسیار رسیدگی میخوان. اینجا به این فکر میافتن که چطور میتونیم متوجه بشیم که یک کار تیمی کی به سرانجام میشینه و چه فاکتورهای مؤثری درش هست که ما در واقع بتونیم یک تیم رو تشخیص بدیم که این تیم موفق میشه و روش سرمایه گذاری بکنیم. آنچه که گوگل بسیار بهش نیاز داشت. به هر صورت تیم ها خیلی زیاد شده بودن، مدیریت اینها به شدت سخت بود. یک پروژه‌ای رو تعریف کردن به نام پروژه ارسطو در سال 2012
تا متوجه بشن که واقعا در یک کار تیمی چه فاکتورهایی موثره. اگر شما علاقه‌مند بودین حالا کاملتر این پروژه رو بخواید مطالعه بکنید، آریستوتل در ادامهش یه گوگل یه پروژکت رو اگر اضافه بکنید میتونید تقریبا اطلاعات زیادی از این پروژه رو بگیرید. من حالا به طور خلاصه خدمتتون عرض میکنم، اما حتما مواردی هست که شما هم میتونید در گوگل جستجو بکنید و اون رو کامل‌تر بکنید. به هر صورت آنچه که ما هم شاید به نظرمون بیاد این هست که اگر یک تیمی رو انتخاب بکنیم، افراد با پرفورمنس بالا، با عملکرد بالا باشن، یک مدیر با تجربه رو بالا سرشون بذاریم و منابع نامحدود هم بهشون بدیم. این که میگیم نامحدود بر اساس پروژه مثلا منابع بالاتر از آنچه که نیاز دارن. قاعدتا اون تیم باید موفق بشه، ولی این فاکتورها نبود. آنچه که در واقع مؤسسین گوگل هم بهش فکر می‌کردن و مدیرانش این بود، ولی نتایج واقعی چیز دیگه نشون میداد. بنابراین اومدن 250 تا فاکتور رو مشخص کردن، 180 تا گروه تیمی که از 5 تا 5 نفر بودن اونها رو انتخاب کردن برای اینکه یه تحقیق تقریبا فکر می‌کنم 2-3 سال هم طول کشید انجام بدن و فاکتورهای اصلی رو پیدا بکنن برای موفقیت تیم. زمانی که میخوان سرمایه گذاری بکنن از اونها استفاده بکنن. چه اتفاقی افتاد؟ این 250 تا فاکتور کم شد رسید به 4 تا فاکتور اصلی. اونا متوجه شدن که قابل اعتماد بودن، ساختار و وضوح داشتن، معنا داشتن و تاثیرگذار بودن برترین فاکتورهایی هستند که بین تمام این گروه‌ها مشترکن. اما همچنان یه خلایی وجود داشت. یعنی همچنان یه سری گروه‌ها با داشتن این فاکتورها و شرایط بهینه همچنان عملکرد خوبی نداشتن. دنبال یه فاکتوری میگشتن که این رو کامل بکنن. رسیدن یک مقاله که اتفاقا سال 1999 خانم امی ادمونسون که حالا راجبش صحبت میکنیم یه قدری و حتما در یک فرصت دیگر من با شما عزیزان راجبش گفتگو میکنم، در شرکت من هم اگر تشریف بیارین، یکی از کسانی که عکسش روی دیوار اتاق محل کار من هست همین خانم امی ادمونسون هست که اینجا در این پروژه اتفاقا تاثیرگذار بود. اونا متوجه شدن که ایشون یک مقاله‌ای رو سال 1999 چاپ کرده و راجع به امنیت روانی صحبت کرده. متوجه شدن اون خلایی که دنبالش بودن امنیت روانی، اون چتریه که در واقع تمام این شرایط دیگه یا اون 4 تا مورد مهم که اونها بهش رسیده بودن در تحقیق رو پوشش میده. چگونه رسیده بودن؟ حالا داستانش باز طولانی، اگر علاقه‌مند بودین کاملترش رو در منابع دیگر دنبال کنید. اما از اینجا بهش رسیدن که دیدن تیم‌های موفق‌ترن و موفقن که نسبت گفتگوها، یعنی اوریج صحبت‌های افراد در تیم‌ها تقریبا برابره. یعنی افراد در اون تیم‌ها اجازه گفتگو دارن به اندازه هم. یعنی اینجوری نیست که یک مدیر یا یه نفری اونجا رهبری کنه و صحبت کنه و بقیه گوش بدن و اظهار نظری درش نباشه یا کم باشه. به نسبت فاحشی تمام اینها به هم دیگه نزدیکن. این یک امنیت روانیه که شما در یک تیم بتونین اظهار نظر بکنید. خانم امی ادمونسون، من یه ویدئویی ازش دیدم، یه اصطلاح بسیار زیبایی در اون استفاده کرده بود به نام اینکلوسیو لیدرشپ. یعنی ترجمه بسیار زیبایی هم ازش دیدم به نام رهبری فراگیر که اون رو راجبش صحبت میکنه. میگه که اگر شما در یک تیمی باشین که رهبری فراگیر داشته باشه، و 2 تا مثال خیلی قشنگ هم میزنه. میگه تصور بکنید که شما در یک بیمارستانی کار میکنید، یک نرسی هستین که ساعت مثلا 10:11 شب، اواخر شب باید یه دوز دارو رو به یک بیماری تزریق بکنید و بعد به نظرتون میاد که این دوز دارو متناسب با اون بیمار نیست. اگر شما به خودتون این اجازه رو بدین که در اون ساعت شب با پزشکش تماس بگیرید و اظهار نظرتون رو با اون پزشک در میون بذارید، از طرف دیگه نترسین که این اظهار نظر منجر به گفتگویی یا بحثی بین شما و اون پزشک بشه. شما در یک سیستمی دارین کار میکنین که اونجا رهبری فراگیر ایجاد داره. اگر این ترس رو داشتین، بدونین که اون تیم یکی از فاکتورهای اصلی یعنی امنیت روانی رو به شما نداده و شما این اجازه رو به خودتون نمیدید. یه مثال دیگر هم میزنه در حوزه خودرو، نام نمیبره ولی اشاره داره به رسوایی که فولکس واگن ایجاد کرد و میگه که اگر شما یک فردی هستین در یک مجموعه که یک نرم افزاری رو میبینید که داره
در واقع تغییراتی ایجاد میکنه در نوع آلاینده ها زمانی که از اون خودروها تست میگیرن و زمانی که از اونها تست نمیگیرن و در حالت عادیه و شما در واقع این توان رو ندارید که یک موتوری رو درست بکنید که بتونه رقابت کنه با دیگران. اونجا شما امنیت روانی ندارید، در حالی که شاید اگر اظهار نظر میکردید مثلا شما رو از اون مجموعه بیرون میکردن. ولی خب به هر صورت اون اتفاقی که افتاد، رسوایی که برای اونها پیش اومد، مثالش رو به این سمت و سو میبره. در نهایت میرسن به 4 تا فاکتوری که این فاکتورها خیلی جذابه. عرض کردم کامل اون رو شما هم در وب بخونید، داستان‌های جالبی در بینش داره. مثلا یک آقای ژاپنی هست در یکی از تیم‌هایی که خوب عمل نمی‌کنه و برای اینکه این همدلی، این گفتگو و این ارتباط رو ایجاد بکنه، ظاهراً به اونا اعلام میکنه که من سرطان نوع 4 دارم. میدونید سرطان‌ها از نظر درجه بندی وقتی نوع 4 هست یعنی اینکه تقریبا تمام سلول‌های اطراف خودش رو آلوده کرده، به جاهای مختلف بدن حتی خون سرایت کرده و تقریبا شرایط خیلی سختیه برای اینکه اون رو مداوا بکنه. و از این طریق در واقع اون همدلی تیم رو جمع میکنه، ایجاد میکنه و کم کم این تیم رو هم به سمت موفقیت میبره. چون این فرد ژاپنی بوده، من رفتم لینک هاشو دیدم، چون من تمام این ریفرنس ها آنچه که راجبش صحبت میکنم، مثال هایی که میزنم، همه رو در کپشن و همینطور به صورت یک فایل در اختیار شما عزیزان قرار میدم برای اینکه شما بتونین به صورت کامل اگر دوست داشتین خودتون همین تحقیقات رو مرور بکنید. ضمن اینکه این لینک رو من مرور کردم، تا 1-2 سال پیش این لینک انگلیسی وجود داشت و منابعش رو میتونستین ببینید. گوگل اون لینک در واقع منابع انگلیسی رو حذف کرده و الان فقط منابع ژاپنی، یعنی گفتگوهایی که اون فرد به ژاپنی قرار داده رو اونجا گذاشته. ولی مشکلی نیست، شما میتونید از طریق برنامه ویبک ماشین یا همون ماشین زمان دنیای دیجیتال 1-2 سال اون سایت رو، اون لینک رو به عقب ببرید، اونجا لینک منابع انگلیسیش ظاهر میشه و میتونید استفاده بکنید. این وبسایت هم باز بهتون معرفی میکنم، به این شکل عمل میکنه که مثلا شما وبسایت دیجیکالا رو بهش میدین، آمازون رو یا وبسایت‌های رقباتون اصلا میدین و ازش میخواین مثلا 8 سال گذشته رو نشون بده، 12 سال گذشته رو نشون بده و اون نشون میده که در اون سال چه دیتاهایی، تقریبا یک بکاپ کاملی از اونها داره که اونجا میتونین، حالا این لینک هم از این طریق میتونین بهش دست پیدا کنین، چون من دیدم اون رو تحریر. خیلی نمیخوام صحبتام طولانی بشه، عرایزم رو به اینجا کوتاه میکنم که این خصوصیاتی که خانم امیت مانسون بهشون کمک کرد که بهش برسن، در نهایت سال فکر میکنم 2018 یا 2019 بود، یک کتاب دیگری رو در واقع 2018 ببخشید 2018 کتاب ترجمه خیلی خوبی هم داره به زبان فارسی به نام سازمان‌های بیباک یا نترس، The Fearless Organization. میشه در واقع سازمان‌هایی که آنچه که از نظر خانم امیت محسن امنیت روانی راجعش صحبت کرده بود در اونها وجود داره، کم کم اون سازمان‌ها میگه تبدیل میشن به سازمان‌هایی که نترسن، سازمان‌هایی که بیباکن. و میتونم بگم این کتاب در ادامه اون مقاله بوده. اتفاقا در ادامه اون یک کتاب بسیار زیبای دیگری رو هم مینویسه که سال خیلی جدید هست دیگه و اصلا ترجمه‌ای در ایران ازش وجود نداره و ترجمه فارسیش ترجمه خوبش میشه درست‌ترین نوع اشتباه. که این کتاب رو البته من خیلی دنبال نسخه دیجیتالیش گشتم، متاسفانه نبود. یکی از دوستانم که همین الان ازش تشکر میکنم، عرفان عزیز، زحمت کشیدن این رو برای من آوردن و زمانی که ایران تشریف آوردن این رو همراه خودشون آوردن. right kind of wrong یعنی درست‌ترین نوع اشتباه، که خیلی خیلی قشنگ اشتباهات رو دسته‌بندی میکنه، راجعشون گفتگو میکنه، اینکه چه زمانی در زندگی یا در حوزه کسب و کاریمون ما میتونیم اشتباه کنیم. اشتباهات همیشه منجر به موفقیت نمیشن، اشتباهات انواع مختلفی دارن، نمیشه بی‌پروا و بدون هدف اشتباه کرد و نمیشه که ترس داشت برای اینکه رشد نکرد، که اون رو عرض کردم در کتاب سال 2018 هم سازمان دیباک هم خیلی بهش میرسه. به هر صورت 5 تا فاکتور اصلی رو گوگل در پروژه ارسطو خودش بهش رسید که من اونها رو سرتیتروار یه توضیح کوچیک برای شما میدم و عرایزم رو کامل میکنم. امیدوارم تا اینجا مطالب خسته نشده باشیم و اونچه که الان عرض میکنم در واقع کامل خواهد کرد. اولیش که خب عرض کردم ایمنی روانی بود که راجبش صحبت کردیم. خیلی منظور اینه که
اعضای تیم برای ریسک کردن، آسیب پذیر بودن در مقابل یکدیگر احساس امنیت بکنن. یعنی این احساس نکنن که اگر ابراز عقیده بکنن دچار مشکل میشن، ابراز عقیده بکنن ممکنه طرد بشن و یا اتفاقات دیگری. مورد دوم قابل اعتماد بودن، یعنی اعضای تیم کارها رو به موقع انجام میدن و به یه سطح بالاتری از اون حوزه کسب و کاری خودشون که اونجا چون گوگل بوده در گوگل پیشرفت میکنن. ساختار و وضوح دارن، یعنی اعضای تیم نقش‌ها و برنامه‌ها و اهدافشون کاملا مشخصه. برای اعضای تیم کاملا واضحه که چیکار میکنن. و مورد چهارم که من خودم خیلی فکر میکنم مورد فوق‌العاده‌ایه و حتما در کار تیم، اگر حتی این یه مورد هم نباشه به نظرم به موفقیت نمیرسن، البته که خب گوگل سالها رو این کار کرده و به این موضوع رسیده، معنا داشتنه. یعنی کار شخصا باید برای افراد معنا داشته باشه. مثال خیلی خوبش میشه اون کسی که در واقع در ناسا میگن که جارو میکشته و کار تمیزکاری با اون بوده، اصطلاحاً ازش میپرسن میگن تو اینجا چی کار میکنی؟ میگه من کمک میکنم که این مجموعه این سفینه رو مثلا بفرسته فضا. برای خودش یک معنایی درست کرده. نمیگه من وظیفه‌م اینه که اینجا رو تمیز بکنم، میگه من دارم کمک میکنم این سفینه، این شاتله بره فضا. حتی میگن به نام هم میگفته، مثلا اگر نمیدونم فلان شماره آپولو 13 مثلا قرار بوده بره یا فلان سفینه قرار بوده بره، من دارم کمک میکنم که این سفینه شماره مثلا 13 بره به مریخ، بره به فضا و این کار رو انجام. و مورد آخر هم تاثیرگذاری است، یعنی اینکه اعضای تیم فکر میکنن کارشون اهمیت داره و باعث ایجاد تغییر میشه. خیلی ممنونم که تا اینجا با من بودین. سپاسگزارم. خواهش میکنم من و همینطور تیم من رو حمایت بکنین. اگر دوستانی دارین که علاقه‌مند هستن خواهش میکنم این مطالب رو براشون ارسال بکنین و سپاسگزارم که تا اینجا با من